عباسیو بله بگی نوشته کو بابا. چی نوشته کن بابا؟ تو بگی نوشته بکو. نوشته کو که چه صاحب که اسمی آیاد مبارک بیاد خوب یارو که شوم زمینی مداره از ما طلبه تو صاحب که بیاد علامت تری نوشته کو شوم زمینی مزا که از ما طلبه از ما طلبه ها از ما موه خب علامت تری شوم زمینی مزا نوشته کو شوم زمینی مزار طلب خب نوشته کدی ها نوشته کو ما از چند دیگه کس نام نفر نوشته کو لالوما نوشته کو همین لالومت لالومت تبلگی لالومت تبلگی نوشته کو خب چنده 4800 قرض داریم بابا بابا بیلا بابا به خیالم شما بابا از میات اوم قرض دار از میات بگی بابا دیگه نوشته کدی شامت دارم نوشته کو شامت گریبون از شامت گریبون چنده تو نوشته بکو یک دو اسمیو شامت بده گریبون در سرکینه دلچینی بده در سرکینه بخشو شامت گریبون 2800 اگه قدامادای بیده گو خدا بده با خود ما پیار مامای بده 2800 طلب آره اونم نوشته کدی خلاص شو گیلا ایونا نگمه برفتم به خیب ایران رفتم کی به؟ چیزی بگدای بفهمیدی؟ نه که خود برا خود جنگ دعوا کنی عباس سر بزنی جنگ دعوام نکنی ایونا نگمه برفتم پلمولی ری کدم همی پلای قرضدارم همی قرض مربطیم حق دینه بفهمیدی کو کوی تو نشه که جنگ دعوا کنه متوجه مدر خم باشه که مدر تو کف دستشون نالش نکنه بابا شما کار اینجین هر از خودی من جنگ میکنه اگه شما خود بگیره بابا خود میگردنم اگه شما برین شاید بروز دوم از این طبق پایین بندازه ایت کاری نکنی که خبرشون با خودت میفهمی با من میفهمی بفهمیدی آدم مرگ داره دردی داره روی تو رای آدم میرزه حتما دل من کن نماید چکار کنم چکار کنم مجبورم که با شما برون لقمه نونه ریک کنم قصدار هم همون زمان تقریبا 30-40 روپیه من مولا قصدارم بابا اگه میشه یک دمه برفتیم مثلا میگم خاک به زبون من بابا بوم مردیم مثلا گوه چه کار کنی خود شما میفهمی اختیار خود داری همه طلبگارا نوشته که خلاصه بابا بگی نوشته کو بگی حیران دوره نشته کنم جدایی زخمی نسوره جدایی کی بابا؟ جدایی ما مادر جدایی ما مادر من جدایی ما مادر من خیره بابا دیگه خوب دیگه گریه نکن اگه میشه نموده مثلا خدای نکرده بمرده ما چیز کنی گوه به کی بدیم بابا میرسه با عباس بچه کار کنن چی خواهد بساق کنن بابا نکنین گریه دیگه چوب کاموز که خونی دیلا بابا بگین که نشته کنم بگین گیله مکو میرم بچه خوبه فکر تو به بالا این عباس هم باشه خوبه فکر خوبالی دنبال خوب بگیری اگه میشه خدای ایونن خاک بسازم اگه بمردم اما ساق فشار نیاره نه خیلی خدمت خیراتا میبره بر نکنی خود افتال قلندار نکنی تو با شما خلاصه با تو پولیه کجا خیرات بده یعنی میگم خور ضربه نزنی اگه بابا میشه خدای نکنه شما بمردیم بعد هم مردم خب پولا رای کنه که به شما خیرات بده ایشته بابا اگه میشه کار بشودک مادر خود عروس کنم یا بشینه من دیگه خدا نکنه مغزه کنه میتونی مار کن بروز خود بابا میگن تم بروز زخمه نمک پاش میدی
خود بابا که میگن اکوف بگن بابا من دیگه رفتم گپا دیگه هم دوم مسته وصیت میکنی دیگه نوشته کنیم بابا. دیگه چی نوشته کن دیگه چی نوشته کن چی که به دل بابا اون دیگه من نوشته کنم همه فراموش کردم گلی از دستم بستونو بجیب مادرم شعر نمیگی تو سردل داری گپای میزه ایران بود مادر من اگر من ببین خون علم خو گومم تو یک گپم عباس نوشته که بابا یاد اینو نره مثل بگیر بابا دیگه مثل مرز که رسیدی بابا قرصولی گیرم پی کنه بابا دیگه نوشته کنه گپی چی کار میکنه؟ نمیایی ماما شاگل چی زنگ زنگ بابا در کسی شما لرزه زنگه بله لولا بله ماما شاگل خوبه؟ شکر زنده باشی ماما شاگل چه کار میکنیم؟ دیر شده دیگه همه نفرها معطل شمون همه جمع شدم آخه کی به حرکت بیایم یعنی 100% تر بیام با دیگه من ساکی دارم دیگه دست لباس دیگه چی ندارم نه خود خوب سنگینه بابا دیگه یک جوری کشیم حساب کنم کشا خوبیم پاخو میکنم که واسه که من تهرا پیاده روی چند دقیقه پیاده روی داره یعنی 100 پیاده روی داره بله بابا بله چی کار میکنی؟ تو گپ میزنی خودی تو گپ زنی چی کردید؟ الو ماما ما بچی پیار از اینا نه اینا پیار منم اینا پیار منم من گیلک بچی نایم برار عباس ماما جی سعی کنی همی ایتا نشه که با پیار من ببریم اینجا اگه یک مو سیاه سر پیار من کم شو با خدای نکرده کل سر پیار من همه سفیده اگه یک مو سفید از سر پیار من کم شو باز این دیگه نشه که با خودی هم مشتی خانشین پیار من سعی و سالم ببریم اینجا تمنار ماما تمنا پیار من رای کنیم بفهمیدیم پیار به خاطری که عقل اینا خیلی چیز نمیشه نمیفهمم چه دلا داره تو سعی کن من دیوونه از جون بعد آخه بعده اینا میگم این تو گپان از بعده چوب که غط بگو میایم همین پولا از ایرانی ها بستونی که بعد از صاحب کارا اینا میگم نمیدم ما قرض داریم گردنم بعد پیار مزیم میات ایوا قرض داره آخه چاقبر به کارا چی کار داره پیار ما پیش ما اگه میشه بوم مردک نه نگم خدا نکنه خدا نکنه میگم لا حول هیچی. ولا با بستنی گوشی گپ زدن خیال نداره در یلا کن میگم 100 بعد بیای انو 100 بعد بخیر حرکت میکن لالا میام بیایم که شوم شد دیگه ما معطل شمانیم آخه 30-40 نفر معطل یک نفر استاده ایم خوبه زودی بیایم ما به سرمی 4 را بیایم خوبه زودی دیگه زودی خدا حافظ روز شوم که ما همه معطل یک نفر بس تکیم کی میایه از که ما گفتم بیا آنه بابا ای سکنیم یک پیرم بیغیر از این دو تا دگم جاکت به بعد شما مدل ما گفتم به بعد خود کنیم ای پیران چیزه افغانیه بابا یا خانگاه شما یادنیم آنه بابا جو خاطر که میفهمین چیه به زیرا و چاقبر گفت تک به پیار خود بگو خول بپوشیم که خیلی خنوکه اینا میگم که 100 رای پیاده میگم گپ بده کورتی هم تاساق من بخوشی کورتی شما هم تاساق بودشتیم دیگه چی میره کلاکش من آورده بیارم آها ساق من آورده بیارم بس کلاکش بابا را بیار پس بیاییم بابا بریم خود ببرم آورده رو بیارم بیاییم که میگه به صرف شما کنم ها دیگه بیاییم نه که همسایا میدونم بعده بابا بیاییم اینجا بالا شما بگیرم دلم بیاد به خونه گریه نکن گریه نکن بابا گریه نکن
با پس میام بخیر خیلی بابا اگه دیگه بخیر بشی رفته بابا پولی اکسا کلی رای کنی نه یکی چیز بای نه خدا بید بگو خدا بید عباس شد متوجه مدقم بشه خوبه دیگه میشه خدا بید اینا اواز شکر مینه میره زمین تاکل شد اینا چیه؟ اینا او پاش میدم برات به صافه پاش دیگه خوش آمده بابا بیا رنگ ببرم بس که دل چی خوش آمده بابا بیا پاس کاسه بزن والا دیگه چه به دیوار میزنی خب بریم سرا بیا بریم سرا بابا اگه رفته بابا پول تمام رای کنی که با خود سکیلی بخرو بابا پول تمام بابا رای کنی که بابا خود سکیلی هم بخرو بریم دیگه باشه چیزی بای بای کن خود بابا اونه بای بای کردن خدا حافظ بابا جون اکنه خب بای بای کن دیمینه دلچینه بای بای کن خود بابا بای بای کن یاره دیگه خواستی اکنه خب بای بای کن اکنه خب بای بای کن بیا دلچین ساکن برف بابا نه بابا برف توانه تیر شدم بریم دیگه اکوچه دور زد بابا من اکوچه دور زد سلام علیکم ماما شاگرد چه کار میکنیم شما؟ خود که تو لباسا خوب کنم ای بابا همه مردم معطل شما هم شوم شد آخه تا کی به نیمروز برسیم تا کی حرکت کنیم میریم بخیر بریم دیگه بریم بریم